الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنتم عاكفون في المساجد. صدق الله العظيم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله سبحانه و تعالی طاعات و عبادات همه ما و شما را مورد قبول درگاه خیش بگرداند. موضوع امشب ما یا این برنامه و این قسمت از دروس رمضانی، رمضان و اعتکاف هست. الله سبحانه و تعالی در ادامه آیات که بحث صوم و یا روزه هست میفرماید: و انتم عاکفون فی المساجد. مسئله اعتکاف چیست و چگونه عبادتی می باشد؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت می کنند ان النبی صلی الله علیه و سلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دهه اخیر رمضان را، 10 روز اخیر رمضان را به اعتکاف می نشستند تا لحظه‌ای که از دنیا رفتن، تا زمانی که از دنیا رفتن این عمل را اجرا می کردن. ام المؤمنین می فرماید وقتی که از دنیا رفتن، بعد از ایشان ازواج ایشان در اعتکاف می نشستن. خود اعتکاف به معنای درنگ، توقف، در جای خلوت کردن با پروردگار خیش به راز و نیاز پرداختن. اعتکاف در ماه مبارک رمضان سنتی از سنت‌های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست. اما در غیر ماه مبارک رمضان هم اگر کسی اعتکاف میکنه در مسجد، لحظات درنگ میکنه، درسته. 1 ساعت اعتکاف میکنه، 2 ساعت، کمتر، بیشتر، 1 روز، اما او اعتکاف مسنونه نیست. اعتکافی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده، آن در ماه مبارک رمضان و آن هم در دهه اخیر هست. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید: و انتم عاکفون فی المساجد. اعتکاف باید در کجا باشه؟ در مسجد باشه. و مسجد هم چنان جایگاهی داره که خانه الله سبحانه و تعالی هست. و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. مسجد خانه خداست، در مسجد فقط باید الله سبحانه و تعالی یاد بشه. الله سبحانه و تعالی 2 پیامبر عظیم الشأن خود را، ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام را، 2 پیامبر خود را دستور میده تا اینکه مسجد را پاک بسازن، آماده بسازن. برای کی؟ برای معتکفین، کسانی که در اعتکاف می نشینه. سبحان الله، این عبادت چگونه فضیلت، چگونه ارزش و چی جایگاهی داره که
الله سبحانه و تعالی دو پیامبر خود را، ابوالانبیا را، ابراهیم علیه السلام را دستور میده که چه کار بکن. میفرمایه وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی. ابراهیم و اسماعیل برایشان گفته شد و عهدنا، ما از اونها عهد گرفتیم، اونها را دستور دادیم، اونها را مأمور ساختیم تا اینکه پاک بسازن خانه مرا، کعبه معظمه و مشرفه را. برای کی؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود. الله اکبر. برای طواف کنندگان، برای کسانی که در اعتکاف در اونجا هستند، برای کسانی که در رکوع و سجده هستند. و طهر بیتی، پاک بسازن خانه مرا برای این افراد. پس کسی که در مسجد به اعتکاف می نشینه به این سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نائل میشه. چی جای بس عظیم و بزرگ است و چی نعمت عظیم و بزرگ است که الله سبحانه و تعالی نصیبش گردانیده. دو پیامبر خود را دستور میده تا مسجد را پاک بسازن، آماده بسازن برای کسانی که در اعتکاف نشسته هستند. خوشا به حال کسانی که در اعتکاف می نشینند و خوشا به حال کسانی که زمینه اعتکاف نشستن را برای دیگران مهیا می سازند و در خدمت معتکفین هستند و مساجد را پاک نگه می دارند تا اینکه معتکفین در آن مسجد با آسوده کامل و با راحت کامل به عبادت الله سبحانه و تعالی بپردازند. مسئله اعتکاف گفتیم که در ماه مبارک رمضان، در دهه اخیر ماه مبارک رمضان 10 روز در خانه الله سبحانه و تعالی نشستن. این سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم. شروع اعتکاف از چی وقت هست؟ از غروب آفتاب شب 21 آغاز اعتکاف، ابتدای اعتکاف و انتها شب اخیر ماه مبارک رمضان. و مجرده که ماه شوال داخل شد به غروب آفتاب اعتکاف ختم می شود. شروط اعتکاف، این عبادتی که الله سبحانه و تعالی در قرآن از او اشاره میکنه و انتم عاکفون فی المساجد. الله سبحانه و تعالی دو پیامبر خود را دستور میده که خانه مرا آماده بسازید برای معتکفین. آیا همین که شخص رفت در کنج مسجد نشست بس تمام هست یا از خود شروطی داره؟ شروط اعتکاف اول نیت هست. تمام عباداتی که ما و شما انجام میدیم شرط اول نیت هست. انما الاعمال بالنیات. تمام اعمال برمیگرده به نیت ها. شرط دوم اخلاص هست. خیلی مهمه. به چی نیتی ما به اعتکاف می نشینیم؟ آیا فقط به خاطر این که در این محل و در این مسجد کسی دیگری نبود رفتیم ما در اعتکاف نشستیم تا مسجد ما بی معتکف نمانه؟ یا این که با ذوق و با شوق فقط به خاطر الله سبحانه و تعالی؟ آیا در مسجد به اعتکاف نشستیم تا دیگران ببینن و ما را مشاهده کنن که ما در اعتکاف هستیم؟ نعوذ بالله، اعوذ بالله. آیا ما در اعتکاف نشستیم چند روزی خود را از غم و غصه دنیا و یا از
مشاکل زندگی خود را جدا کردیم فقط بریم که فکرم آرام بشه؟ انما الاعمال بالنیات. این مرتبط میشه به نیت انسان که به چی نیت انسان میره در خانه الله سبحانه و تعالی می نشینه و با الله سبحانه و تعالی چگونه معامله داره. چون عبادت هست، عبادت باید به خاطر الله سبحانه و تعالی اجرا بشه و به اخلاص کامل، خاص به خاطر الله. و در اعتکاف همانطوری که در تمام امور عبادی میگیم متابعت از رسول صلی الله علیه و سلم شرطه و لازمه و ضروریه، در اعتکاف هم ما باید وقتی که نشستیم در اعتکاف که یک سنت رسول الله اجرا شد، در داخل اعتکاف ما چه کار باید بکنیم و چی اعمال را انجام بدیم و از کدام اعمال باید خودداری بکنیم. گفتیم که شرط اول انما الاعمال بالنیات. دوم شرط در مسجد باشه، یعنی شخص نمیتونه در خانه خود به اعتکاف بنشینه الا که استثناء شده که بحث خواهران هست، ولی مرد نمیتونه در خانه به اعتکاف بنشینه، در یک مدرسه در یک حجره مسجد نمیتونه بیت. شرط که در مسجد و انتم عاکفون فی المساجد، در مسجد. شرط سوم مسجد باشه که در آن مسجد جماعت برپا باشه. نمیشه که ما در یک منطقه دور افتاده که یک وقت مسجدی بوده و در آنجا هیچ زندگی کسی نمیکنه و هیچ کس در آنجا نیست، اونجا جماعت برپا نمیشه. چنین اعتکاف درست نیست. اعتکاف باید در مسجد باشه که 5 وقت جماعت باشه، در اونجا اذان باشه، در اونجا اقامت باشه، در اونجا نماز باشه و جماعت باشه. پس شروط اعتکاف: اول نیت و اخلاص، متابعت از رسول صلی الله علیه و سلم. دوم در مسجد باشه و سوم مسجد باشه که در آن مسجد جماعت برپا باشه. حالا وقتی شروط رو گفتیم، آداب اعتکاف چی هست؟ قبل از این که آداب اشاره کنم، چون گفتیم که لازم در مسجد هست و حدیث هم خواندیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اعتکاف می نشستن، بعد از رسول صلی الله علیه و سلم ازواج مطهرات به اعتکاف بودن. برای خواهران اگر نیت اعتکاف می کردن، نیت اعتکاف اولا در شرایط کنونی که زمان فتنه هست، زمان که از هر طرف فتنه های عجیب و غریبی هست، پس جای امن و امان بیرون از خانه جای دیگری نخواهد بود. اگر زن در خانه خود در خدمت شوهر بود و مصروف عبادت، شب زنده‌داری داشت، تلاوت قرآن داشت، یعنی فکر و ذهنش به این بود که اگر یک مسجد جای امن پیدا می شد که مخصوص خواهران، در اونجا من می رفتم به اعتکاف می نشستم، خواه مسجد الحرام، خواه مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم، جای دیگری، همین که زن مسلمان اطاعت از شوهر داشته باشه، خانه و زندگی را درست و صحیح سر و سامان بده و به عبادت الله سبحانه و تعالی و شب زنده‌داری داشته باشه، اجر و ثواب معتکفین از آن او خواهد بود. پس بناهن بهترین عبادت برای زنها خانهشان هست. و قرن فی بیوتکن، زنها در خانه مستقر باشن. و حتی بعضی خواهرها سوال میکنن که آیا رفتن ما در نماز جماعت، رفتن ما در نماز جمعه، همه اینها برایشان مستحب هست. رفتن به جماعت، رفتن به نماز جمعه، اینها مستحب هست، اما از لحاظ اجر و ثواب و پاداش بهترین نماز، بهترین عبادت برای زن در داخل خانهش و در کنج خانهش هست که چشم نامحرم به او نیفتد. آداب اعتکاف از خود آداب داره. آن آداب چیست؟ آداب اعتکاف مشغول شدن به ذکر الله سبحانه و تعالی.
حالا کار و بار کنار گذاشتی، تجارت کنار گذاشتی، از زن و فرزند دور شدی، آمدی در خانه الله سبحانه و تعالی، چه کار باید کرد؟ به ذکر الله سبحانه و تعالی. دوم دعا هست. کسی که در اعتکاف نشسته باید دعا داشته باشه. اکتفا نکنه فقط در وقت افطار، بعد از نمازهای فرض، بعد از افطار، بعد از در وقت سحر، در نیمه روز، در نیمه شب دعا داشته باشه. سوم تلاوت قرآن. بهترین فرصت برای تلاوت هست. نمازهای نافله. و همچنین از چیزهایی که یک شخص که در اعتکاف هست باید خودداری بکنه. خب طبعا و بدون شک وقتی از خانه دور هست، از زن و فرزند، اگر همسرش میای از او خبر میگیره، متوجه باشه که همانطوری که در روز که روزه داره نمیتونه با همسر خود نزدیک بشه، چون در وقت اعتکاف هم هست، باید خودداری بکنه از مسائلی که او را به طرف جماع و اینها میکشانه. باید خودداری بکنه. اما در حد ملاقات، سخن گفتن با زن خود، با فرزندان خود، با اقربا، خویشاوندان، اینها اشکالی نداره. از سخنان بیهوده پرهیز بکنه. کسی که در اعتکاف هست نمیشه که حرفهایی بزنه که در شأن یک مسلمان نباشه، در شأن یک کسی که آمده در خانه الله سبحانه و تعالی خلوت کرده، به راز و نیاز میپردازه. باید از حرفای زشت، از حرفای رکیک همیشه خودداری کنه، خصوصا در وقت اعتکاف. و همچنین از اشیایی که او را از ذکر و از تلاوت و از قرآن و از اینها باز می‌داره خودداری کنه. اونها چیست؟ در اعتکاف کوشش بشه که موبایل خود را خاموش بکنه. در اعتکاف اینا جز آداب هست. از اینترنت سالها و ماها اینترنت کنارش بوده، روزها و شبها از وسایلی که مثل واتساپ و مثل توییتر و مثل فیسبوک و مثل و امثال اینها، چون اینها انسان را مصروف میکنه و مشغول میسازه. از جمله آداب اعتکاف هست که از اینها خودداری بشه. اعتکاف یعنی خلوت با پروردگار عالم. اعتکاف یعنی راز و نیاز با الله سبحانه و تعالی. همچنین از جمله آداب اعتکاف اینه که شخص اجتماع نداشته باشه. بعد از نمازها 7 نفر 8 نفر 10 نفر در اطرافش بنشینن و بالاخره قصه کنن. وقت اعتکاف وقت قصه نیست، وقت راز و نیاز هست با پروردگار بی نیاز. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنان به این اعتکاف پایبندی داشتن که در حدیث دیگر آمده کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، 10 روز در اعتکاف می نشستن. فلما کان العام الذي قبض فیه، سالی که از دنیا تشریف می بردن، اعتکف 20 روز به اعتکاف نشستن، خلوت با پروردگار عالم. پس باید هدف از اعتکاف شخص وقتی در اعتکاف می نشینه هدفش را بفهمه. هدف چیه؟ فکر کردن به عظمت پروردگار، اللهی که چقدر بزرگه. همون قدر که الله بزرگه، همون قدر من ضعیف هستم. مالک، ملک، مقتدره، مرا در خانه خود آورده. 10 روز مهمان الله سبحانه و تعالی، 10 روز در زدن دروازه الله سبحانه و تعالی. اگر کسی به این فکر باشه که هر شب دروازه الله را در میزنه، شبهایی که بدون شک شبهای مبارک، شبهای قدر، کسی که در اعتکاف بدون شک شب قدر در میابه، پس از خواب شدن زیاد، از غفلت انسان باید خودداری بکنه.
و فکر عبادت الله سبحانه و تعالی باشه. الله سبحانه و تعالی چی زیبا میفرماید: و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. کسی که اطاعت از الله سبحانه و تعالی و رسول بنماید فقط فاز فوزا عظیما، رستگار شده. این اطاعت فرمان الله هست، فرمان رسول صلی الله علیه و سلم هست. و رسول الله میفرماید: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که شب زنده داری بکنه، معتکف شب زنده دار هست، از روی ایمان و اخلاص، غفر له ما تقدم من ذنبه. پس تا می توانید در اعتکاف دروازه الله را در بزنید. از تمام معتکفین عزیز و گرامی که در هر گوشه از دنیا صدای بنده را می شنوند و در اعتکاف و نیت اعتکاف دارند و در اعتکاف قرار دارند، درخواست بنده این است که در حق امت اسلامی دعا کنید. امت امروز سخت دچار زخمهای عمیقی شده که اونها نیاز به ملهم داره و ملهم اون زخمها دعای شما معتکفین، دعای شما صائمین، دعای تو خواهر و برادر هست که در حق امت اسلامی دعا کن که الله امت اسلامی از این حالت ذلت و خاری نجات بده. الله سبحانه و تعالی طاعت و عبادات همه صائمین ماه مبارک رمضان، خصوصا کسانی که نیت اعتکاف دارن و نیت اعتکاف کردن، الله سبحانه و تعالی از همه عزیزان بپذیره و قبول بفرمایه. الله بر همه ما توفیق بده که به این سنت مبارک نائل بشیم. تا برنامه بعد شاد و موفق و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.